اونایی که میگفتین نظام زیر تحریما و بنبست مذاکرات له و لورده و داغون شده، دیدین مقام عظما گفتن تو 22 بهمن نشونتون میدیم؟ نشونتون دادن. حالا برین خجالت بکشین. جمعیت میلیاردی رو میگین هزاران نفر. انصاف تو شکر. ممکنه به خاطر سرما همشون نتونستن باشن بیان تو خیابون، ولی دلشون که با مقام عظما بود. اینو چی میگین؟ یه مشت محکم هم به دهن یاوه‌گویان شرق و غرب بود که پارسال میگفتن از این مراسم 22 بهمن سوت و کورتر و افتضاح‌تر نمیشه. بفرمایید اینو چی میگین؟ این مال دشمن. یه صحبت کوتاهی هم با امت همیشه در صحنه دارم. من از عقرب نمی ترسم ولی از سوسک می ترسم. من از دشمن نمی ترسم ولی از دوست می ترسم. نامردا این همه کیک و ساندیس براتون چیده بودن. تو این وضعیت اقتصادی که پول ساندیس از یه بشکه نفت گرونتره، پاتون میشکست میومدین میخوردین و برمیگشتین. ول کن بابا، این وسط این همه خطر که از سر کول نظام داره میره بالا، چرا فقط بچسبیم به این یکی؟ مرحوم عوضی همیشه میفهمودن از بهادر عرض میکردن، بله میفهمودن که دزد بانک مسلسل کشید یه رگبار خالی کرد، داد همه بخوابن رو زمین. مشنگه گفت چشم، فقط من ساعت 3 بیدار بکنین که قرصم رو بخورم. اون پتوی پلنگ نشونم هم بگیم بچه ها خونه بیارن بندازن رو. تو شش شد یا همچی بزنم که بخوابی ساعت 3 بیدار. آیه دکتر، یک برادر بسیجی سیلی خورده نوشته به دکتر دلداری بدین و بگین بی خیال فضاحت تظاهرات 22 بهمن نظام ما روی ذخایر استراتژیکش تکیه میکنه. خدایا این یکی رو دیگه شفا نده، بذار یه چیزی داشته باشیم که همیشه بهش بخندیم. ذخایر استراتژیکی حکایت مشنگه است که میگم انقدر پول دارم که میتونم تا آخر عمرم راحت زندگی بکنم، به شرطی که همین پنجشنبه که داره میاد بمیرم. دکتر این دیپلماسی هسته‌ایمون مثل قدم زدن تو کوچه بنبسته، به جایی نمیرسه. به قول مقام عظما دستمون خورده به دیوار، از اینجا که راهی باز نمیشه. هیچ به احتمالات کم بها نده. یه میلیاردر بزرگ که به شرط ناشناس موندن صحبت میکرد، داستان میلیاردر شدنشو برای مرحوم ابوی تعریف کرده. با همین قدم‌های کوچیک شروع میشه. طرف یه روز یه سیب تو خیابون پیدا میکنه، ورش میداره 200 تومن میفروشتش. بعد با اون 200 تومن 2 تا سیب میخره، هر کدومو 400 تومن میفروشه. بعد عموش میمیره، یک ارث زیادی بهش میرسه. شانس دیگه بعضیا دارن. آیه دکتر یه بدشانسی داریم، یعنی یه نامه داریم از دلواپس شهیر حسین شریعت مداری. بله آیه دکتر گفته دیدین آخرش پیاده روی ظریف و کری چه کارایی دستمون داد؟ جمع کن حسین شریعت مداری مشنگ. این مشنگ بازارت جمع کن جلو من، پهن نکن ناکس. 12 تا توسری تو دورای مختلف مذاکره خورده پس کله عظما. این بند کرده بگه پیاده روی فقط. اصل قضیه رو ول کردی ناکس. تو فیلم اکشن 2 نفر داشتن همدیگه رو تو آشپزخونه به قصد کشت میزدن، یکی با قمه یکی با اره برقی. مشنگه نگاه کرد به این فیلم و گفتش که عجب کابینت‌هایی در آشپزخونه. دکتر من هنوز از آقای روحانی دلچرکینم به خاطر طعنه غیر فنی و خیلی رویی که به مقام عظما زد و گفت عقل سالم تو بدن سالمه. البته سابقه قضیه هم باید دید. عظما خودشون شروع کردن، هی میگفتن مسئولین فلان، مسئولین بهمان، مسئولین بیسار. اینم خب جوابشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن که باباه به بچهش گفت میخوام امسال معدلت بشه 18. بچه گفت اختیار داری 18 چیه؟ امسال معدلم میشه 20. بابا گفت شوخی میکنی؟ بچه گفت آره ولی خودت سر شوخی رو باز کردی.
روشن شد یا همچی بزنم که معدلت 8 آقای نشه؟ دکتر خیلی زیاد روشن خاموش کن، میسوزم، حواستون باشه. بالاخره عظما موافق با مذاکره یا مخالف؟ چون دوباره 6 پهلو صحبت کردن. از کش اومدن مذاکره خب معلومه که بدبخت بیچاره مونده لای منگنه دیگه. چی بگه که ولش بکنی؟ مذاکره اینقدر کش اومده که دیگه صاحب هتل تو ژنو هم شاکی شده، میگه آقا خجالت نمیکشی هیچ پیشرفتی تو مذاکراتتون نیست، تمام کنین دیگه اینقدر حرف زدنو. مرحوم اموی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمونن که مشنگه گواهینامه گرفتنش انقدر طول کشید که 1.5 سال رو رد کرد. وقتی که بالاخره موفق شد افسر شیرینی پخش میکرد، خوشحالتر بوده. دیگه روشنت نکردم. آقای دکتر مگه مقام عظما نمیگفتن تحریم ما رو شکوفا میکنه؟ پس چرا راضی به مذاکره خفتبار شدن که عجز و التماس بکنیم که ورشون دارین این تحریما رو؟ مگه عظما نگفتن ما میتونیم تحریما رو کند کنیم و دور بزنیم؟ خب پس تا حالا مرض داشتیم که نمیکردیم؟ فیلم هندی ایشون زیاد نگاه میکنن اینطوری شدن یا اون مریضی خدای نکرده زبونم لال زده به سرشون؟ ولش کن بابا، خود عظمام توش مونده، دنبال اینه که سر در بیاری که چی شده و چه کار باید بکنه. مرحوم اموی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که 4 نفر سوار تاکسی شدن، کرایه نداشتن بدن. وقتی رسیدن به مقصد طبق قراری که از قبل گذاشته بودن تندی در باز کردن، پا گذاشتن به فرار با سرعت نور. رسیدن به یه ساختمون تاریک، هیچکی رو نمیدید، فقط صدای تون نفس زدنشون میومد. یکیشون زد به شونه دوستش، بهش گفت حالا حساب کن که راننده چه حالی داره. یارو گفت بابا راننده منم، فقط بگین چی شده، کجا داری میدوی؟ و در پایان پیشبینی شما در مورد آینده مذاکرات چی است آقای دکتر؟ ولش کن بابا، هر وقت اومدیم به آینده فکر بکنیم خاطرات گذشتمون بهمون یادآوری کرد که غلط اضافه نباید کرد. الان دیگه عظما امیدشو به این که وضعیت نظام بیفته رو غلطک گذاشته کنار. قشنگ همین که غلطک نیفته روش کافیه، کمال تشکر هم داره. آیا دکتر شما هم میشه میزنین این مقام عظما رو له و لورده میکنین؟ من له و لورده غلطک بیفته روشون که دیگه نفس در نمیاد ازشون. گیری وعده بدبخت رو داغون کردیم.